یکی از میلیاردرهای معروف ایرانی که با تجارت شکر تبدیل به یک میلیاردر شده، اخیراً به یارانه گرفتن مردم ایراد گرفته و گفته این کار اشتباهه که ماهی 45 تومان از بودجه کشور رو به مردم میدیم. این کار اصلا اشکال شرعی داره. این تاجر میلیاردر کسی نیست جز آخوند مکارم شیرازی. این مشکل یارانه‌های روزگار همیشه دلیل نداره 70 میلیون نفر ثروتمند و فقیر و بودجه مملکت تأمین بشن. اصلا گرفتنش اشکال شرعی داره. شما بله خب راست میگه دیگه، بیت المال مال شما نیست که. حالا قبل‌ترها یه زمانی بیت المال مال شماها بود، اما الان دیگه ما انقلاب کردیم که بیت المال مال من و بقیه رفقای آخوندمون باشه. یعنی چی که هر ماه برمی‌دارین به 70 میلیون نفر ایرانی ماهی 45,000 تومان پول میدین. حالا اگه به سوریه و لبنان و غزه و چه میدونم یمن میدادین یه چیزی باز قابل تحمل بود. اصلا با این 45 تومن تهش میشه یه نفر سوار شه بره تا شابدالعظیم و برگرده دیگه. اما اگه همین 45 تومن رو جمع کنین بذارین روی هم بدین به ما آخوندا، شابدالعظیم که سهله تا خود بهشت هم میبریمتون. بابا این که چیزی نیست، راضی به این مقدار نباشید. شما به این 45 تومن یارانه میتونین نهایتا یه بلیت اتوبوس به مقصد اصفهان بخرید، تازه اونم یه طرفه. اما اگه این 45 تومناتون رو جمع کنین و به جای مردم به ما آخوندا بدین، ما شما رو میاریم پای منبر تا خود کره مریخ و اورانوس میبریمتون فضا نوردی، اونم نه یه طرفه، رفت و برگشت، هی فضا هی زمین، هی فضا هی زمین، هی فضا هی زمین.